که از جانب اگنتی آب و هواشناسی پیشگویی کرده شده بود برای پیشگیری نمودن حادثه‌های طبیعی که در این روند در بعضی از مناطق کشور احتمالات رخ دادنش خیلی بلند می شود از جانب کمیته حالات فوق‌العاده قطار چرابینی با توصیف رسیده همون ادامه دارند. باید ذکر نمود که اساس بیانیه که تمام شاهراه‌های کوهی آنها از طریق عقبه‌ها می‌گذرند و کوهی هستند برای تامین بخطری حرکت رانندگان در این شاهراه‌ها و تامین بخطری هنگام رخ دادن این آن حادثه طبیعی که احتمال رخ دادن آن هست از جانب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایگی با کارمندان وزارت کارهای داخلی وزارت نقلیات پستگاه‌ها تشکیل کرده شدند. از آن جمله در شاهراه دوشنبه خوجند، دوشنبه لغش جمهوری قرقیزستان و دوشنبه خوروغ. باید ذکر نمود که در شبانه روز گذشته در نتیجه بارشات برف که قریب در تمام حدود کشور آن به عمل آمد یگان حادثه طبیعی خصوصیت طبیعی داشته رخ نداده است و تمام شاهراه‌ها عین زمان گشوده هستند و در زیر نظارت هستند. برای تازه نمودن آنها تمام تکنیک و واسطه‌ها سفر برگردیدند و خود کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده در تمام مناطق کشور برای تامین بخطری شهروندان به حالت آماده باش گذاشتند. در این دوره یک باره حرارت هوا 10-15 درجه پس گردید که احتمال است بارش برف به ساحه کشاورزی مملکت مخصوصا باغداری تاثیر رسانند. با اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی نیمه دوم امروز احتمال است بارشات قطع گردد. در روزهای من بعد احتمال بلند گردیدن حرارت هوا پیشگویی کرده می شود. طبیعی است که در این روزها سطح آب دریاها بلند می گردد و فرآمدن سیل و آمدن یخ نیز وجود دارد. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گنجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهند که ساکنان در روزهای بارشات با احتیاط باشند و از رفتن به منطقه‌های کوهی تا آخر هفته خودداری نمایند. آن بارشات بارانی که شبانه روزهای گذشته به قید گرفته شدند و از آن جمله این بارشات برفی که حاضر شده ایستاده است و در نتیجه بلندشوی حرارت هوا البته احتمالات رخ دادن حادثه‌های طبیعی به مانند آمدن سیل، فرآمدن ترما، فرآمدن یخ و فرآمدن سنگریزش خیلی زیاد می‌گردد و در این روند باید قید نمود که کمیته به بار دیگر به اهالی احترامانه مراجعت کرده خواهش می‌نماید که تا آخر هفته برای جمع‌آوری هضم راه اندازی کارهای صحرایی یا که جمع‌آوری آن گیاهای شفابخش و گیاهایی که از آن خوراک‌های ملی تیار می‌کنند دست کشند چون لغزش زمین مخصوصا در دامنه کوه‌ها و کوهسارها زیاد میشد. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه بارشات و بلندشوی حرارت هوا بلندشوی سطح آب دریاها به قید گرفته میشد مخصوصا در مناطق کوهسار و دامنه کوه. بنابراین در این روزها ما بار دیگر به اهالی مراجعت کرده خواهش می‌نماییم که با کودکان خود بی نظارت نباشند و مخصوصا با پدر و مادرانی که در حدود دهه‌ها و دامنه کوه‌ها زندگی می‌کنند از آنها خواهش داریم که برای چراندن چاروا هم فرزندان خود را نفرستند و هم خودشان هم رهسپار نگردند چون این روزها خوف و خطر خیلی زیاد دارد. همچنین از رانندگان و مسافرانی که به شهر و ناحیه‌های کوهی سفر می‌کنند دعوت به عمل آورده می‌شود که هنگام حرکت در شاهراه‌های کوهی احتیاطکار باشند. نوری‌دین قربان، اهل دین کریم، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار.